ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби чорум гуфтори 108. آشوبی رافع ابن لیث. بعد شکست شورش مقنع، قسم زیادی آشوبگران گرفتار تعقیب و کشتار گردیده، دسته های پراکنده آنها به سمت چاک و منطقه های دوردست ماوراء النهر پناه بردند. شورش رافع ابن لیث سال 806 در سمرقند سر زد که نیروی اساسی آن را سفید جامگان و طرفداران مقنع تشکیل می دادند. در این وقت خلیفه هارون الرشید 785-809 با مدد خاندان برمکیان منطقه خراسان و ماوراء النهر را تا اندازه آرام نموده باشد هم جانبداران مقنع و پیروان سفید جامگان به طور پنهانی عمل کرده فرصت مناسبی سربرداشتن را می پاییدند. بهانه اساسی برای شورش رابطه محرمانه رافع ابن لیث با زن یکی از درباریانش بود. رافع ابن لیث اصلاً عرب تبار بوده سروری یک دسته سپاهیان را به ذمه داشت. چون مناسبت محرمانه او با زن زیر دستش آشکار گشت، خلیفه امر داد که رافع ابن لیث را در سمرقند به زندان افکنند. رافع ابن لیث با حیله از زندان گریخته به بلخ آمد و از امیر خراسان علی ابن عیسی خط امان دریافت. موافق معلومات استاد عینی، او چندی نگذشته به سمرقند برگشت و رابطه محرمانه اش را با همان زن ادامه داد. چون خطری دوباره به دست افتیدنش بالا گرفت، با مدد یک گروه عیاران و جوانمردان دلیر سمرقند حاکم وقت جنید ابن اجزی را کشته حکومت را به دست گرفت و آشوبگران را در اطرافش گرد آورد. بعد کشته شدن گماشته خلیفه، شهر سمرقند به اختیار رافع ابن لیث و پیروانش گذشته، جانبداران او در بخارا، خوجند، استرابشن، چاچ، بلخ و ختلان سر برداشتند. سفید جامگانی که در مضافات چاچ و اطراف آن پناه برده بودند از نو خروج کرده به سوی سمرقند حرکت نمودند. حتی حاکم چاچ که دست نشان خلیفه بود به شورشگران پیوسته به یاری رافع ابن لیث به سمرقند آمد. خلیفه هارون الرشید از توسعه یافتن آشوب هراسیده سال 808 سراول هرثمه ابن اعین بلخی را با لشکری گران به سوی خراسان و ماوراء النهر فرستاد. دیرتر خودی خلیفه نیز راه خراسان را پیش گرفت، ولی در راه گرفتاری بیماری شده سال 809 در طوس وفات نمود. مبارزه را به مقابل آشوبگران پسری او مأمون ادامه داد که قایم مقام خراسان حساب می شد. خلیفه مأمون به مقابل رافع ابن لیث به شهر سمرقند لشکری گران فرستاده
در عین حال به نفوذ خاندان طاهریان و سامانیان تکیه می کرد. در صف لشکری مأمون، اسد ابن سامان پدر سالار خاندان سامانی و پسران او نوح، احمد، یحیی و الیاس شرکت داشتند. مطابق معلومات نرشخی، پسران اسد نبیره های سامان خدات رافع ابن لیث را وادار نمودند که با خلیفه سازش بسته به خاطر پایداری عهد با هرثمه مناسبت خویش و تباری برقرار نماید. عاقبت بر اثر گفتگوزاری آشکارا و نهانی، رافع ابن لیث به شورشگران خیانت کرده به طرف خلیفه گذشت. دیری نگذشته شورش سال 810 پخش گردید و جانبداران سفید جامگان سرکوب شدند. همین طریق عیسیان مقنع و پیروانش در تاریخ ماوراء النهر و خراسان روح استقلال خواهی، آزادی دوستی و اسارت ناپسندی مردم را قوت بخشیده راه رسیدن به دولتداری ملی را کوتاه‌تر می کرد. خاندان عباسیان در جریان این شورش‌ها باری دیگر پی بردند که امنیت و آسودگی و اداره و کارگزاری قلمرو خراسان و ماوراء النهر را توسط خاندان‌های با نفوذ محلی نگاه داشتن آسان تر است. در عین حال خاندان برمکیان، طاهریان و سامانیان با فضیلت کاردانی، خلق پروری و معرفت دوستیشان هویت ملی و استقلالیت را حفظ نموده نخستین خشت‌های دولتداری ملی را در عهد خلافت عباسیان می‌گذاشتند. بالاروی نقش سیاسی و اداری خاندان برمکیان و سهلیان و نفوذ نیروهای احیاگری هویت ملی. خلیفه ابو جعفر منصور سالهای 754-775 گرچند در سیمای ابو مسلم خراسانی یکی از رقیبان توانایش را دیده او را با قتل ناجوان مردانه برکنار ساخته باشد، هم در طول بیش از 21 سال حکومتداریش به اشراف و شخصیت‌های با نفوذ خراسان و ماوراء النهر تکیه می کرد. خلیفه های من بعد نیز خوب می دانستند که به مدد و دستگیری خاندان‌های با نفوذ برمکیان، سهلیان، کاووسیان، موسایی‌ها و نوبختی‌ها که اصلاً ایرانی نژاد بوده در تشکل حکومت عباسیان و گسترش آن خدمتی بی سابقه کرده اند، تأمین امنیت، نظام اداره و تنظیم کارگزاری خراسان و ماوراء النهر را به دست گرفتن نمی توانند. خاندان برمکیان یکی از خاندان‌های با نفوذی که از سال 754 سر کرده در طی نیم عصر برای تشکل و قدرتیابی خلافت عباسیان سهمی بزرگ گذاشته است، خاندان برمکیان می باشد. برمکیان اصلاً منسوب دودمان قدیمی تاجیکان بلخ بوده معبد نوبهار را سرپرستی می کردند. به قول مورخان سراولاد این خاندان برمک در میان مردم
چون سرکاهین معبد نوبهار بلخ نفوذی کلان پیدا کرده است که دیرتر نامی برمک به صفت عنوانی عمومی سرکاهینان این معبد اعتراف شده است. به قول بعضی مورخان این دودمان در عهد ساسانیان نیز اعتباری تمام داشته منصب وزارت را عهده کرده اند و سپس به بلخ آمده در امور دینی و مأموری مقام یافتند. بعد اصطلاح عرب، برمکیان چون اشرافان معتبری بلخ در زمان خلیفه های اموی به دمشق سفر کرده از طرف والی خراسان اسد ابن عبدالله حاکم بلخ تعیین گردیدند. باید ذکر کرد که یکی از نمایندگان این خاندان خالد ابن برمک به خروج ابو مسلم همراه شده چون سرلشکری زیرک، دلیر و با استعداد شهرت یافته بود. خالد برمکی که از جمله سرلشکران و نقیبان با نفوذ ابو مسلم بود، در فتح عراق، شام و آزاد کردن ایران از دست امویان خدمت‌های عبرت‌انگیز نشان داده با توصیه ابو مسلم به مسند وزارت خلیفه ابو منصور صفاح رسید. خالد برمکی در عهد خلیفه ابو منصور صفاح 750-754 سردار دیوان لشکر و خراج و مسند وزارت را بر عهده داشته. بعد کشته شدن ابو مسلم مدت از وظیفه برکنار شد. دیرتر در عهد خلافت ابو جعفر منصور سالهای 765-769 والی طبرستان گردید. او در طبرستان شهری را با نام موصیل بنیاد کرده و بغداد دعوت شد و مدتی در ساختمان و تجدید شهر بغداد شرکت ورزید. بعدتر خلیفه خالد را والی موصیل و پسر او یحیی را والی آذربایجان تعیین کرد. یحیی برمکی در زمان خلافت مهدی 775-778 وزیر دیوان رسالت مضافات‌های غربی خلافت بوده. در عین زمان تربیت و استادی پسر او هارون الرشید را به عهده داشت. یحیی برمکی با کمک مادرش حیزوران هارون الرشید را به تخت خلافت رسانیده نفوذ و اعتبارش در دربار خیلی افزود. همچنین در عهد خلیفه هارون الرشید 785-809 پسران او فضل و جعفر نیز به مرتبه های بلند و مسند وزارت رسیدند. برمکیان همچون خاندانی معرفت دوست، خلق پرور و آبادگر شهرتی زیاد یافته. به خصوص در عهد خلافت هارون الرشید حکمرانی اکثری رکنهای دولتداری را به دست گرفته بود. یحیی ابن خالد برمکی یحیی ابن خالد برمکی یکی از بانفوذترین شخصیت‌های خاندان برمکیان در دربار خلیفه‌های عباسی بود. مطابق معلومات طبری، یحیی برمکی 4 پسر داشت: فضل، جعفر، موسی و محمد. فرزندان او فضل و جعفر از جمله وزیران صاحب نفوذ بوده به جای پدرشان یحیی خلافت را اداره می کردند. یحیی برمکی در حساس ترین لحظه های دولتداری عباسیان
امور اداره و حکومت را نگاه داشته همراه خلیفه جوان هارون الرشید قیامها و آشوبهای سرزده را در خراسان و ماوراء النهر و شام و سوریه پخش کرد و در جنگ مقابل روم نیز به پیروزی کامیاب گردید. محض با تشبث یحیای برمکی سال 786 شورش یکی از پیشوایان مذهبی در حجاز موسی کاظم فرو نشانده شد. ناگفته نماند که یحیای برمکی در سرکوب ساختن عصیان مقنع دست داشته از جانب خلیفه مهدی به سروری دیوان رسالت مضافات‌های غربی خلافت رسید. چون بعد مرگ مهدی پسری کلان او هادی 785-786 به مسند خلافت نشست، خاندان برمکیان به خصوص بزرگ وزیری با نفوذ خلافت یحیی را خوش نداشت، زیرا یحیای برمکی مربی و سرپرست برادری او هارون الرشید بوده بارها به خلیفه مهدی تلقین کرده بود که بعدی سرش خلافت را به پسری خردیش هارون دهد، ولی این درخواست یحیای برمکی از جانب خلیفه مهدی پذیرفته نشد و خلافت بعدی سری او به اختیار پسری کلانیش هادی گذشت. خلیفه هادی به امور خلافت و دولتداری دخالت کردن یحیای برمکی را چندان نمی پسندید و حتی او را مدت حبس خانگی نمود. به مادرش حیزوران نیز بارها تهدید نموده سال 786 دادرش هارون را از ولی عهدی خلافت برکنار ساخت و به جای او پسری خردسالش ابو جعفر را ولی عهد اعلان نمود. رقابت حیزوران و پسری کلانش هادی بعد این اقدام گستاخانه اوج تازه گرفته به جان هر دو خطر ایجاد می کرد. هادی کوشش نمود که به مادرش زهر داده او را از سری راهش برکنار سازد، اما از قضای تقدیر خودش نابود شد. از حبس یحیای برمکی و مناقشه با مادرش حیزوران چندی نگذشته با مدد یکی از کنیزان به خلیفه گستاخ هادی زهر داده شد و به جای او دادرش هارون الرشید 786-809 به تخت خلافت نشست. برای به سر قدرت آمدن هارون الرشید 20 ساله مادر او حیزوران با یحیی اتفاق و همدست شده آرامی و امنیتی کشور و پایه های تخت خلافت را نگاه داشتند و عاقبت نفوذ دولتداری به اختیار خاندان برمکیان گذشت. همین طریق برابری حق تربیت و استادی داشتن یحیای برمکی همسری او به هارون الرشید شیر داده فرزندانش را با خلیفه آینده برادری همشیر و دوستانی همنشین نموده بود که این امر باعثی از خردی قرابت و رفاقت پیدا کردنی آنها گردید. با همین نفوذ خاندان برمکیان در عهد خلافت هارون الرشید خیلی افزوده، امور اداره خلافت پره به اختیار یحیای برمکی گذشت. در عهد وزارتداری یحیای برمکی و پسران او فضل و جعفر قدرت خلافت عباسیان دوچند گردیده، گروه های اسماعیلیان، شیعه های دیلمان و مذهب های تندروی دیگر مناطق سرکوب شد و پایتخت نو خلافت شهر بغداد به یکی از مرکزهای بزرگترین عالم اسلام تبدیل یافت.
به قول طبری چون یحیای برمکی پیر شد از هارون الرشید دستوری خواست که من ضعیف شده ام و اجازت می پرسم تا به زیارت مکه بروم و راه توبه و عزلت نشینی را پیش گیرم. هارون الرشید خواهش او را قبول نکرد و فرمود که پسران تو فضل و جعفر هر دو وزارت را شایند، هر کدام خواهی خلیفت کن. و رشید را میل سوی جعفر بود و یحیی فضل را گزید و جعفر دبیرتر و نیکو حدیثتر و نیکو رویتر بود، ولیکن فضل به سال مهتر بود و کار دیده تر و آزمایش بیشتر و با تدبیرتر. یحیی او را گزید و انگشتری امیرالمؤمنین به او داد و او را به وزارت خلیفه کرد. همین طریق پسری کلانی یحیای برمکی فضل برمکی به جای پدرش 2 سال تمام اداره خلافت را بر دوش داشت. سپس هارون الرشید فضل برمکی را سالهای 792 797 والی ایران غربی و بعدتر خراسان تعیین نمود و انگشترین خلافت را به جعفر برمکی داد. فضل شهر بلخ را قرارگاه خود پذیرفته در آبادانی، آبیاری و شکوفایی شهرهای منطقه خراسان و ماوراء النهر خدمت‌های بی سابقه نمود. در عهد او در مضافات بلخ جوی آبیاری نو کنده شد و باغداری و زراعتکاری اوج و نمو یافته شماره دهقانان آسوده حال افزودند. فضل برمکی در عهد حکومت خراسان به امور اداری کشور اصلاحات و دیگرگونی ها وارد نموده در بسیار جایها مسجد، کاروانسرای و جوی و پلها ساخت. او از جمله در گوشه آتشکده نوبهار بلخ مسجد نو بنیاد کرده، مسجد جامع بخارا را وسیع نمود و در شفت چندین مسجدها منارها ساخت و اندرون مسجدها چراغ و قندیلها آویخت. گذشته از این او اصلاحات نظامی گذرانیده دسته خاصی سپاهیان را تأسیس داد که با نام فوج بغدادی مشهور است. به عقیده مورخان شماره این لشکر تا 500,000 می رسید که تکیهگاه اساسی خلافت به شمار رفته حدودهای سرحدی آن را از هجوم دشمنان حفظ می نمودند. فضل برمکی قسم افزون این اردوی بزرگ را با بهانه حفظ سرحدهای شرقی سوی خراسان و ماوراء النهر هدایت نمود که خلیفه از اقتدار آنها به هراس افتاد و فضل برمکی را از امارت خراسان آزاد نموده به بغداد خواند. علاوه بر این فضل برمکی در مدت 2 سال امارتش ستانیدن خراج ولایت ها را به تنظیم درآورده اندازه آن را از 10 1 حصه مقرر نمود. فضل برمکی در گسترش علم و فرهنگ نیز خدمت‌های بی سابقه داشته اصول کاغذسازی را توسط هنرمندان چین در سمرقند وسعت داد که دیرتر این هنر به بغداد رفته از آنجا به اندلوسیه و اروپا انتقال یافت. ناگفته نماند که در عهد وزیری یحیای برمکی و فرزندان او فضل و جعفر علم و فرهنگ و معرفت پروری گسترش یافته کارهای تهیه و ترجمه اثرهای تاریخی و علمی از زبانهای فارسی و یونانی به زبان عربی براه مانده شد. شهرت مکتب علمی بغداد
نه تنها در قلمرو خلافت بلکه در روم، اندلوسیه و اروپا افزوده، رابطه متقابل علمی و فرهنگی میان شرق و غرب انکشاف یافت. جعفر برمکی برادری فضل نیز به خلیفه هارون الرشید قرابتی تمام داشت و همچون شخصی زیرک، چهره کشاد، با معرفت، سخنور، طالع‌بین و اخترشناس و خطاط در دربار صاحب اعتباری بلند بود. هارون الرشید خواهری زیبایی بیشوهری داشت با نام عباسه بنت مهدی، دوشیزه خوش صحبت و محفل آرا که راز خیش را از او نهان نمی داشت و همراه او در مجلسی محرمانه و نشستهای خاصه مشورت می کرد. چون در محفلهای بزم و شراب خلیفه وقت جعفر برمکی نیز شرکت می ورزید، هارون الرشید به خاطر آزادانه سخن گفتن و شین و خیز کردن و افتیدن چشم او به عباسه آنها را از روی شریعت نکاح کرده، اما اجازه زن و شویی نداده بود. به قول مورخان این نکاح تنها به خاطر در بزم و محفلها آزادانه نشستن و به سوی همدیگر بیریا نگریستن داده شده بود. کلام شیرین، حسن و کمالات مردی، معرفتی بلند، ذهنی رسا و کاردانی و مورد شناسی های جعفری برمکی عاقبت قلب عباسه را تسخیر نمود و آنها پنهانی از هارون الرشید با هم گرد آمده صاحب پسری شدند. به اندیشه طبری آن پسر را پنهانی به دست دو کنیزک با خواسته بسیار به مکه فرستاد تا او را آنجا بدارند و چون سال بود عباسه با یک کنیزک خیش جنگ افتاد و عباسه او را بزد و سوگند خورد که بکوشمش و کنیزک برفت و رشید را از آن کودک که عباسه آورده بود از جعفر خبر کرد. هارون الرشید که از قدرت برمکیان و گذشتن تمام امور کشورداری به دست این خاندان هراس داشت، فرصت را مناسب دریافته کنیزک را به آشکار نکردن این قضیه واداشت و او را زیر حمایت خود گرفت. به قول مورخان جعفر برمکی در دوام قریب 17 سال وظیفه بزرگ وزیری خلیفه هارون الرشید را به عهده داشته زمامداری خلافت و اداره آن را پره به دست گرفته بود. او از طریق حسن تدبیر، خردمندی، رعایت عدالت و نظام عادلانه کارگزاری تا جایی رسیده بود که بعضاً شخصیت خلیفه در قیاس شهرت او کم نور می تافت. حتی نظام حساب و کتاب خزینه داری تا اندازه تکمیل یافته بود که به قول ابن خلدون خلیفه معظم هارون الرشید به امر جعفر برمکی از خزینه مبلغ ناچیز ستانیدن نمی توانست. شنوندگان گرامی، شما گفتار 108 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاجیکان در آینه تاریخ از اوریان تا سامونیان شنیدید. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقو، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.